سلام دوستان، خوش اومدین به کانال ما. امروز قرار شما رو با 3 زن قدرتمند از ایران باستان آشنا کنیم که تاریخ رو تغییر دادن. اگه دوست دارین داستان‌های جذاب بیشتری بشنوید، حتما سابسکرایب کنین و همراه ما باشین. همیشه وقتی اسم تاریخ ایران میاد، بیشتر از پادشاه‌ها و سردارا شنیدیم. اما یک چیزی رو نباید فراموش کنیم. تو دل این تاریخ زنایی بودن که حسابی تاریخ ساز شدن. زنایی که نه فقط تو خونه و خونواده، بلکه تو میدون جنگ، تو دربار شاهنشاهی، حتی وسط دریا نقش اول بودن. امروز میخوایم از 3 زن باحال و قدرتمند ایران باستان براتون بگیم. زنایی که حسابی تو زمان خودشون غوغا کردن. بانوی اول کسی نیست جز بانوی دریا سالار آرتمیس. زنی که یه چیز حدود 2500 سال پیش فرمانده کل نیروی دریایی خشایارشاه بود. فکر کن وسط اون همه مرد جنگجو یک زن ایستاده بود، فرمان میداد، نقشه میکشید و حتی دشمنای یونانیش هم از هوش و جسارتش لذت میبردن. تو نبرد سالامیس همه دیدن که چطوری کشتی‌ها رو رهبری کرد. آرتمیس کسی بود که حتی موجای دریا انگار جلوش تعظیم میکردن. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده، حتما یه لایک پای ویدیو بزن و چنل رو هم حتما سابسکرایب کن تا از داستانهای خوب بعدی جا نمونی. بریم سراغ بانوی بعدی که کسی نیست جز بانو پوراندخت، اولین شاهنشاه زن ایرانی. حالا بریم چند صد سال جلوتر تو دوره ساسانیان. وقتی که اوضاع مملکت قاطی شده بود و همه دنبال یه ناجی میگشتن، چی شد؟ یک زن اومد و روی تخت پادشاهی نشست. پوراندخت، اولین زن شاهنشاه ایران. کسی که خیلی هوشمند و عادل بود. مالیات‌ها رو کم کرد، عدالت رو قوی‌تر کرد و سعی کرد دوباره به کشور نظم بده. در زمان پادشاهی ایشون همه فهمیدن که پادشاهی فقط به تاج و تخت نیست، به شعور و درایته. بریم سر وقت بانوی بعدی، زربانو، بانوی جنگجوی ایرانی. خب، جنگ و شمشیر هم فقط مال مردان نبود. اسم زربانو رو شنیدی؟ یک زن جنگجوی ایرانی که سوار بر اسب وسط میدون جنگ شمشیر به دست می جنگید. بعضیا میگن از خاندانای خیلی بزرگ بود. حتی یک سپاه بزرگ هم زیر دستش بود. خلاصه نشون داد که وقت پای دفاع از خاک ایران باشه زن و مرد نداره. این 3 تا اسم، 3 زن قدرتمند، یکی رو دریا فرمانده بود، یکی رو تخت پادشاهی، یکی تو میدون جنگ، ولی همه‌شون یک چیزو ثابت کردن. زن ایرانی از اولش هم قوی بوده، هم باهوش بوده، هم با جرأت. تاریخمون پر از زنایی که دنیا رو تکون دادن. اینا فقط یک گوششه. امیدوارم از این داستان جذاب لذت برده باشید. اگر شما هم فکر میکنین که زنای تاریخ ایران باید بیشتر شناخته بشن، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی هم باخبر بشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا حافظ.